نمی‌کنم. دارم به خدای احد و واحد التماس می‌کنم که یا جون تو رو بگیره منو خلاص کنه یا منو نجات بده تو رو بکشه. من که سال 12 ماه روز رخش و سن جامو کردم خیلی گفتم ای خانم. چه گفتی؟ ببخشید گفتم ای خواهم، به خاطر خدا هم که شده این الاغ رو برگرد. خم شد یه دونه سنگ از رو زمین برداشت. از سنگ‌های حکومتی؟ ما دیگه واردیم. سنگ واسه یه همچه روزی از خونمون با خودمون بعد چی شد؟ بعد سنگو پرد کرد، سنگم درست خورد به پای چپ الاغ و اونو شکست. خدا رو شکر. چرا قربان؟ نمی‌فهمی مردی که شانس آورده ای که سنگ به پای راست الاغت نخورده. به قول شاعر اگر از سنگ، اگر از خاک، اگر از سیم باشد یا طلا، حاکم بدون مردم چون سنگی است بر درب خلا. از شاعر گمنام معروف به میرزا کمال‌الدین اشعر و شعرهای التماسی متخلص به عبوی است. نشونه گیری اون یه کمی سست. تازه یارو دستی تمام رختای شسته من رو ریخت تو رودخونه. بی خود به جمع. راست میگوید الاغ چی؟ بله ای حاکم محبوب فعلی. غلط کردی. با چه جرأتی رختهای چرک این زنه که رو ریختی به رودخانه پاک حکومتی؟ بابا رختها شسته شده. رخت مفتایی بچه و آقامون بود قربون. حالا همه‌شون بی رخت میبینن. میگن حاکمی یه کاری بکن ما حقمون از این یارو بگیر. حال نکن. نمیدانستم حکومت چنین مشکلاتی دارد. بلند شده میخواد اینقدر آب خوره بگیری. با خوره های کدوم باقید آب خوره بگیرم؟ یعنی خشک مرد مادری ناخشک تو رو به من وارد کرد. من کی گفتم آب خوره بگیری؟ گفتم نگی. چرا شرکان سفکان دارم آره بگیرم یا نگیرم؟ نه بابا برش.